салом алайкум бинандагони гиромӣ. тавре хабар доред аз 25 то 28 май дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷараён мегирад. барои иштирок дар ин чорабинӣ сатҳи баланд меҳмонони зиёде вориди пойтахт шуданд. мудири муассисаи об, муҳити зист ва тандурустии донишгоҳи Созмони Милали Муттаҳид Кова Маданӣ низ ҷиҳати иштирок дар ин конфронс ба Тоҷикистон омаданд ва инак меҳмони барномаи мо ҳастанд. бо камоли эҳтиром ҳузури шуморо дар барнома хайрамақдам мегӯем. нахуст мехостам бардошти шуморо аз сафар ба Тоҷикистон фаҳмида бошам. خیلی ممنونم از این فرصت و دعوت. باید بگم که بسیار خوشحالم از این سفر. اولین باره که من به دوشنبه و به تاجیکستان سفر میکنم، به کشور زیبای شما، و یک احساس غریبی دارم، احساس متفاوتی دارم. به عنوان یک مسئول سازمان ملل من سفر زیاد میکنم، به کشورهای مختلف میرم، اما اینجا اولین جای جهان است که به زبان مادری خودم صحبت میکنم. درست. و اولین جایی است که خیابانهاش برای من معنا دارد و خیلی چیزها رو در موردش میدونم یا اشتراکات زیادی دارم. بنابراین اولین حسی که باید راجبش صحبت کنم، قبل از اینکه راجب آب که حوزه کاریم هست باید بگم، اینه که چقدر خوشحالم که اینجا هستم و چه مردم دلنشین و خونگرم و مهمان نوازی دارید و خیلی خوشحالم. امیدوارم که ایرانی‌های بیشتری به اینجا سفر بکنن. لغو ویزا و روادید امیدواریم که کمک بکنه به رفت آمد بیشتر بین دو ملت که یک خانه مشترکی داشتن و خلاصه من خوشحالم که اینجا هستم و دوست دارم بیشتر در مورد اینجا صحبت بکنم و به مردم در موردش بگم. اما در مورد آب که صحبت بکنیم، آب حوزه کاری منه و در موردش دائما کار میکنیم و تاجیکستان یکی از کشورهای جهان است که اسمش به دیپلماسی آب و رهبری در حوزه همکاری آبی گره خورده و در سازمان ملل، در نیویورک، در هر جا که صحبت از آبه اسم تاجیکستان میدرخشه به عنوان کشوری که نزدیک به 25 سال در این زمینه کار کرده، تلاش کرده، تونسته در واقع در سازمان ملل کشورهای دیگر رو همراه بکنه، یک نقش محوری و رهبری رو به عهده بگیره که بتونه در این زمینه در واقع قطعنامه‌های متعددی هم تصویب بکنه که نه تنها به همکاری در حوزه آب در این منطقه کمک میکنه در آسیای میانه، بلکه به کل جهان کمک میکنه. به خاطر درکی که از آب داره، رئیس جمهور محترم این کشور در این زمینه بسیار کار کردن و مورد در واقع احترام بسیاری از دیپلمات‌ها، بسیاری از دستاندرکاران این حوزه هستند. میدونیم که جهان در مورد آب خیلی خاموش بود تا اینکه تاجیکستان و هلند در سال 2023 در نیویورک یک کنفرانس آب دوم رو برگزار کردند و امسال در پایان سال یک نشست دیگه در امارات خواهد بود به میزبانی امارات متحده عربی و سنگال و دوباره در سال 2028 دوشنبه میزبان خواهد بود. و خب این اجلاس هم که یکی از اون اجلاس‌های معروفی است که اسم دوشنبه در واقع درش میدرخشه و باعث شده که این همه افراد بیان اینجا. یک خبرنگاری دیروز از من پرسید که چرا آدم‌ها میان اینجا، یا دوشنبه جای مناسبی است برای گفتگو در مورد آب. گفتم لزوما جای مناسب یک مسئله نسبی است. مناسب است نه به این خاطر که سفر کردن به تاجیکستان آسان است، اصلا آسان نیست از این ور اون ور دنیا بخواد آدم تا اینجا بیاد، اما آسان است و سهل است و همه با انگیزه میان، چرا که مردم اینجا خونگرمن و در واقع مهمان نوازن و در واقع دیپلمات هاشون هم خارج از اینجا بسیار تلاش میکنن و دعوت میکنن و با گرمی ما رو متقاعد میکنن که اینجا بیایم در مورد یک چیزی حرف بزنیم که قلبمون براش میتپه، به خاطر اینکه اعتقاد داریم که آب یک موضوع فراموش شده در جهانه و جهان باید به موضوع آب فکر بکنه. اگر به توسعه فکر میکنه، اگر به آینده فکر میکنه، اگر به تولید انرژی فکر میکنه و
و به هر حال خوشحالم که اینجا هستم و در پوست خودم هم نمی گنجم. به نظر شما برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در سمت استفاده عاقلانه ذخیره های آبی و رشد انرژی سبز چه تاثیر خواهد رساند؟ باز ما یک دهه در واقع روی این موضوع تمرکز کردیم، موضوع آب جهان و در واقع کشورهای عضو سازمان ملل روی این موضوع تمرکز دارن. باز دوباره همت عالی تاجیکستان نقش بزرگی رو در این حوزه بازی کرده برای اینکه مسئله آب رو بکنیم مسئله مهم جهان. آب متاسفانه مسئله مهم جهان نبوده، انرژی در مقابلش مسئله مهم جهان بوده، غذا موضوع بوده، موضوع مهمی بوده. بسیاری از کشورها آب رو جدی نگرفتن، فکر میکردن که آب همیشه هست و به هر حال با کمی هزینه کردن بیشتر و با ساختن 2 تا سد میشه آب رو تامین کرد. اما وقتی رفتیم جلو دیدیم یک گام در راستای تامین آب اینه که اول مطمئن بشی همه شهروندان به آب دسترسی دارن. خب این وضعیت همین الان هم در جهان ما به این هدف دسترسی پیدا نکردیم. بسیاری از کشورهای جهان دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارن مردمانشون و ما داریم کودکان، زنان، دخترانی که باید اینها نمیتونن مدرسه برن و باید برن 1 کیلومتر 2 کیلومتر برن پیاده روی بکنن برای اینکه آب رو بیارن، با سطل آب سنگینی آب رو تحمل بکنن به خاطر اینکه آب آشامیدنی وجود نداره. پس این یک مسئله مهمه در ابتدای مسیر توسعه. اما وقتی جلو میریم برای تولید غذا به آب زیادی نیاز داریم، برای تولید انرژی که خب کشور شما باز هم یک مثال خوب است، تولید انرژی برقابی، تغییرات اقلیمی کار رو سخت‌تر میکنه. بعضی از اقلیم‌های جهان توش شما نمیتونی با کشاورزی دیم، با کشاورزی که فقط وابسته است به باران است آبیاری در واقع کشاورزی بکنی، تولید غذا بکنی. پس نیاز داری به آبیاری، پس باید همش سرمایه گذاری بکنی در تامین آب. اما هر چه جلوتر میریم جمعیت بیشتر میشه، رقابت بر سر تامین آب بیشتر میشه و آب محدودتر میشه به خاطر تغییرات اقلیمی. نیازهای ما توسعه صنایع مختلف، توسعه در واقع الان هوش مصنوعی، مراکز داده در جهان و این آب است که خب به هر حال ارزشمندتر می شود برای دولت ها. این دهه کمک کرده ما یک درکی پیدا بکنیم از این قضیه، اما هنوز درک ما یکسان نیست به خاطر اینکه مشکلاتمون متفاوته. در یک جای جهان همین امروز از خشکسالی مینالند، در جای دیگر از سیل، در یک جا از کمبود آب. برای در واقع آب هست در خیلی از جاهای آفریقا، در خیلی از جاهای آمریکای جنوبی آب هست، فراوان است، اما مردم آب ندارن به خاطر اینکه یک لوله وجود نداره، یک شبکه وجود نداره که تامین آب کنه. مسائل ما در جهان متفاوته، درک ما از آب هم متفاوته بر اساس اینکه در کجای تاریخمون قرار داریم، تاریخ توسعه‌مون در کدام مرحله توسعه هستیم، اقتصادهامون چه وضعیتی دارن و کجای جهان هستیم. کشورهای توسعه یافته یه درک متفاوتی از آب دارن، کشورهای در حال توسعه و در واقع درکشون متفاوتی. کشورهای فقیرتر خیلی وضعشون فرق میکنه. جزایر کوچکی که در جهان وجود دارن اونها اصلا آبی ندارن. پس مهمه که ما بیایم کنار هم و فکر بکنیم با آب چه میخواهیم بکنیم، آب در چه نقشی در توسعه داره در آینده ما. یک موضوع دیگری که تاجیکستان توش رهبری کرده و به آب بسیار مربوطه، بحث آنچه که ما در ایران بهش میگیم یخچال ها و شما میگین پیریخ ها و من خیلی دوست دارم این عبارت رو چون به نظر من خیلی معنادارتره. پیریخ، یخ پیری که ما داریم از دست میدیم به خاطر اینکه آب میشن و اینا منابع ما هستن و نبود اونها در جهان خطرات بزرگی رو متوجه ما میکنه و خطراتی که حتی از مرزهای کشورهای ما بیرون میره. خب پس مهمه که ما بیایم کنار هم راجع به همکاری صحبت کنیم، راجع به این چالش ها صحبت بکنیم، مشکلات و راه حل ها با تمام اختلافاتی که داریم، اختلافاتی که نه از لحاظ سیاسی بلکه از لحاظ اینکه در کجای مسیر توسعه‌مون قرار گرفتیم، چقدر پول داریم، چقدر سرمایه داریم و فکر بکنیم خب چگونه باید کمک کرد که مشکل آب که مشکل جهانی است حل بشود. چون قطرات آب در دنیا پاسپورت ندارن.
جناب کاوه مدنی، میخواستم اندیشه شما را وابسته به پیشنهاد نوی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وابسته به تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب را فهمیده باشم. خوشبختانه و خرسندیم که رئیس جمهور محترم این پیشنهاد رو مقبول دونستن و در واقع پذیرفتن و تایید کردن که این جایزه تأسیس بشه. دیروز خودشون در مراسم افتتاحیه اجلاس این رو اعلام کردن. رئیس دانشگاه سازمان ملل یا که ایشون معاون دبیرکل سازمان ملل هم هستند، ایشون هم در همون جلسه حضور داشتن و ابراز امیدواری کردن که بتونیم در این زمینه همکاری بکنیم. خیلی خوشحالیم که این اتفاق افتاده و جهان باز هم یک دلیل دیگر دارد برای اینکه رابطه آب و تاجیکستان و رهبری در حوزه همکاری و دیپلماسی آب تاجیکستان رو بشناسه و از یاد نبرد. در آینده دانشگاه سازمان ملل متحد با تاجیکستان چی نقشه های دارد؟ میدونیم که کارهای دیپلماتیک زمانبر هستن و همکاری‌های بین‌المللی آسان نیستن. وقتی اون اراده وجود داره، وقتی اون برخورد خوب و استقبال وجود داره، وقتی همکاری بین در واقع دیپلمات ها وجود داره، دستیابی به اهداف مشترک و در واقع محصولات مشترک آسان و میسر میشه. که یک مثالش در این سفر این بود که ما یک تفاهمنامه همکاری با دانشگاه توریسم اینجا امضا کردیم که به همکاری ادامه بدیم و برای در حوزه آموزش و پژوهش با هم دیگه کار بکنیم. در جلسات متعددی که با وزرای محترم ما اینجا داشتیم، با وزیر محترم کشاورزی، وزیر محترم علوم، وزیر محترم امور خارجه، در مورد اینکه ما تلاش بکنیم برای تأسیس یک شعبه از اون مؤسسه‌ای که من رهبری میکنم در این کشور صحبت کردیم که بشه جامعه علمی تاجیکستان رو همراه کرد، هم ظرفیت سازی کرد، هم آموزش داد و هم یاد گرفت. به خاطر اینکه ما اعتقاد داریم که در هر جای جهان که ما پا بذاریم چیزی برای یاد گرفتن از جوامع محلی، از مردم اون منطقه وجود داره و متخصصان تاجیک و در واقع دستاندرکاران مدیریت آب و غذا و انرژی در این کشور هم میتونن به جهان مطالبی رو یاد بدن. همکاری هایی داریم در حال حاضر، بعضی از در واقع دوره هایی رو داریم که به صورت آنلاین میشه استفاده بکنن دانشجویان تاجیک به زبان فارسی، به زبان انگلیسی یا به زبان روسی بعضی از اینها ارائه میشه و در تلاشیم که ببینیم که چگونه میشه یک شعبه ای را انداخت. دیروز هم به مرکز یا پارک آیتی هم رفتیم و در مورد مسئله در واقع توسعه هوش مصنوعی صحبت کردیم و اتفاقاتی که میتونه بیفته. یک نکته‌ای که حالا به علاوه که ما یاد گرفتیم در مورد کارهایی که اینجا صورت میگیره، بعضی از استارتاپ ها، این شرکت هایی که دارن اینجا درست میشن، به خصوص در حوزه سلامت و تندرستی، ولی در مورد این صحبت کردیم که چگونه میشه در حوزه آموزش هوش مصنوعی از مقطع در واقع دبستان و راهنمایی دبیرستان تا دانشگاه کاری بکنیم در این زمینه و چه کارهایی از دانشگاه سازمان ملل برمیاد که کمک بکنه. به علاوه این که خب ما میدونیم که ما بحث توسعه دیجیتال رو در جهان داریم. جهان میره به این سمت که مراکز داده بیشتر داشته باشه و این زیرساخت‌ها رو در کشورهای متعدد در واقع بسازه. کشورها حالا میدونن که به نفعشونه که بیان در این زمینه سرمایه گذاری بکنن، اما یکی از اون معضلات تامین انرژی است و دیگر معضل نبود آب، به خاطر اینکه اینها به آب زیادی نیاز دارن برای اینکه بتونن در واقع اون فرایند سردسازی، خنکسازی رو در واقع طی بکنن. به علاوه حتی تولید بعضی از زیرساختاشون یا سخت افزارهاشون به این قضیه نیاز دارن و کشوری که 98% انرژیش از برقابی میاد و دنبال اینه که تا سال 2040 100% انرژیش رو سبز بکنه، جای خوبی میتونه باشه برای میزبانی این مراکز داده و خب این یک فرصت سرمایه‌گذاری بزرگی هست برای تاجیکستان و ما خوشحال میشیم که در این زمینه
با تاجیکستان کار بکنیم، نه فقط برای تاجیکستان و آسیای میانه بلکه برای جهان. خب جناب کاوه مدنی، تشکر زیاد برای یک صحبت جالب و پرمحتوا. بینندگان گرامی، یادآور می‌شویم که همصحبت ما بودند مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد کاوه مدنی. خیر، سلامت باشید.